قسمت نشون دادن عددهای اعشاری روی محور رسیدیم. خب 1 و 6 دهم باید به این محور نشونش بدیم. 1 واحد و 6 دهم یعنی 1 واحد کامل و از واحد دوم 6 دهم. 6 دهم یعنی فاصله بین اعداد ما 10 قسمتی هستش. خب ما به 10 قسمت اینا رو تقسیمش میکنیم. خب یک قسمت 2 3 4 5 6 7 8 9 و اینم 10. یه واحد کامل و 6 دهم. یک واحد کامل و 6 دهم. 1 2 1 2 3 4 5 6. خب یعنی اینجا، یعنی 1 و 6 دهم میشه اینجا 1 و 6 دهم. بعدی 2 و 9 دهم یعنی 2 واحد کامل و از واحد سوم 9 دهم. اگه اینجا رو تقسیم به 10 قسمتش بکنیم 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب به 10 قسمت 2 و 9 دهم یعنی یکی مانده به 3 واحد کامل، یعنی اینجا میشه 2 و 9 دهم. حالا بعدی گفته 3 و 25 صدم یعنی فاصله بین اعداد ما 100 قسمتی استش. اینجا 25 قسمت رو ازش نشون بدیم. خب ما میدونیم که 25 صدم یعنی 1/4 یعنی فاصله بین 3 تا 4 مون رو به 4 قسمت تقسیمش کنیم. خب حالا 3 واحد کامل 25 صدم، 3 واحد کامل و 25 صدم، 50 صدم 75 و 4 واحد کامل. 25 صدمش میاد اینجا، یعنی اینجا 3 و 25 صدم هستش. به همین راحتی میتونیم عددهای اعشاری رو روی محور نشونش بدیم.